سلام میکنم خدمت همه عزیزای دلم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. علیرضا هستم و با قسمت 4 از دوره بیسیک در خدمتتونم. امیدوارم که این آموزش هم مثل بقیه آموزش ها براتون مفید بوده باشه و لذت ببرید. با من همراه باشید. توی قسمت های قبل در مورد آنالیز ها صحبت کردیم و تا اینجا رسیدیم که خواب موها رو هم توضیح دادیم و به جنس موها و تراکم موها رسیدیم. توی این قسمت هم میخوایم در مورد جنس موها و ضخامت موها صحبت کنیم. خب در کل تمامی موهایی که وجود داره و من برای شما اینجا آوردم، یعنی جنس موها، موی صاف، موی مواج، موی فر و ضخامت موها نازک، نرمال و ضخیم. حالا هر کدوم از اینها چه تأثیری داره رو اینجا میخونیم و در موردشون صحبت میکنیم. خب موی صاف و نازک، حجم و پف مو نسبتاً کمه به خاطر صاف بودن و نازک بودن در کنارش. اول در نازک بودن رو در نظر میگیریم. نازک باشه، تراکم موهاش هم نرمال باشه، یه خورده کم حجم نشون میده. اگه فر داشته باشه یه خورده، این نازکه یه خورده فر داشته باشه، داستانش متفاوته، بعداً بهش میرسیم. موی صاف و نازک، حجم و پف موها نسبتاً کمه، سعی میکنیم به موها حجم و ارتفاع بیشتر بدیم. خواب مو میزان فشار کمتری داره، یعنی به خاطر نازک بودن ریشه موها، یعنی موها از ریشه و پیازشون رشد میکنن دیگه. و به این دقت کنید که یه موی صاف داخل سطحمون داریم. چون که این مو نازکه، سشوار کشیدن و حالت دادنش و انعطاف پذیر بودنش خیلی بیشتر از مویی که ضخامت داشته باشه. راحت حالت میتونیم بهش بدیم. موی صاف و ضخامت نرمال، امکان سیخ ایستادن مو در اندازه کوتاه زیاده، اما حالت پذیری نسبتا خوبی داره. مو صاف، ضخامت نرمالی هم داره. اگه ما نسبت به خواب موهاش کوتاه کنیم که اینجا بهتون توضیح دادم، نیاز است به خواب مو توجه شود تا به حالت دهی کمک کند. یعنی ما فرمش رو میسازیم، کوتاهیش رو نسبت به خوابش انجام میدیم تا اون شخص بدون اینکه بخواد سشوار بکشه فرم خوبی داشته باشه موهاش. موی صاف و ضخامت زیاد، ضخامت زیاد داخل موی صاف باعث میشه که امکان سیخ ایستادنش داخل سایزهای کوتاه خیلی زیاد بشه. به خاطر اینکه یه مو رو اگه ما یه میلگرد در نظر بگیریم، هرچی میلگرد ضخیم تر باشه خم کردنش سخت تر میشه و هرچی نازک تر باشه خم کردن و انعطاف پذیریش راحت تر میشه برای ما. موی صاف و ضخیم، ضخامت در کنار صاف بودن جلو حالت پذیر بودن را میگیرد. به خاطر اینکه ضخیمه و خیلی صاف هم هست و مواد کراتینی که داخل اون مو زیاده، مواد کراتین باعث میشه که هرچی بیشتر داخل اون جنس مو باشه و ژنتیک باشه، باعث میشه که مو صافتر بشه و هرچی کمتر باشه رو به فر شدن بیشتر میره و یه استحکام هم به مو میده اون مواد کراتین. در کنارش ضخامت زیادی که اون مو داره و اون حالت صافی و کراتینی هم که داره باعث میشه که حالت پذیری اون مو سخت‌تر بشه و اگه حالتش بدیم امکانش باشه که برگرده سر جاش. در صورت کوتاه شدن سیخ می ایستد و میبایست نسبت به خواب موها کوتاه بشه. چون که ضخیمه و حالت نمیگیره، صاف هم هست، حتما باید ما به خواب موهاش توجه کنیم قبل از کوتاهی. خب موی مواج و نازک، حالت پذیری زیاد و راحتی داره. راحت میتونید به خاطر نازک بودنه راحت اون موجش رو میتونید واسه سشوار بگیرید. به خاطر نازک بودن نیاز به حجم و ارتفاع بیشتر داره تا پرتر نشون بده. چون نازکه یه خورده پفشو بیشتر نگه میداریم و ارتفاع بیشتر بهش میدیم و با تکنیک هایی کوتاه میکنیم که حجم مو بیشتر باشه تا اون نازکی از بین بره و یه حجم به مو بدیم. خواب مو مشکل زیادی برامون ایجاد نمیکنه چون که نازکه و مو هم یه خورده موج داره. موهایی که موج دارن با یه سشوار خیلی راحت تر میشه بهشون حالت داد تا اینکه خیلی صاف باشه یا اینکه خیلی فر باشه. نرماله دیگه نسبتا. خب موی مواج و نرمال، مو نسبتا حجم و پف خوبی داره و حالت پذیری نسبتا راحته.
خواب مو به خاطر موج موها فشار متوسطی میاره، در صورت نیاز میبایست با پوینت کات اون مو رو خورد کنیم. خب ضخامت نرمال مو هم یه خورده موج داره، این موجه خودش یه حجم بهمون میده و ضخامت نرمالی که داره هم دوباره به اون حجم یه خورده کمک میکنه و اون مو یه حجم و پف خوبی داره اکثرا داخل. حالا نسبت به تراکم موهاش هم مهمه، اما خب فعلا ما داریم در مورد جنس موها صحبت میکنیم. موی مواج و ضخیم، حالت پذیری نیازمند سشوار بیشتر، فشار خواب موها بیشتره، نیاز به حجم گیری هم داره اون مو. خب همونجوری که من اینجا بهتون گفتم هرچی مو ضخیم‌تر باشه ریشه موها قوی تره. اوکی، همون داستان میلگرده. اگه یه تیراهن داخل زمین باشه تا یه میلگرد داخل زمین باشه اون میلگرده راحت‌تر حالت میگیره و خم میشه دیگه. اینم دقیقاً داستانش همینه. ضخامت زیادی داره، موجم داره. حالت پذیری یه خورده سخته و نیاز به سشواره. چرا؟ چون که اون مو خیلی ضخیمه و در کنارش یه خورده موجم داره و به خاطر ضخامت فشار خواب موها یه خورده بیشتره. یعنی ما باید به خواب موها هم توجه کنیم، نسبت به شرایطمون تصمیم بگیریم. خب میرسیم به موی فر و نازک. خب اینو هم بهتون نشون بدم. موی صاف، موی مواج، موی که فر و کاملا دیگه حلقه میشه. خب موی فر و نازک، خواب موها تأثیر کمی داره کلا داخل موهای فر، چون که مو در هر صورت پیچ میخوره. خواب موها زیاد تأثیر نداره، خود جنس موه که فرم رو واسه ما مشخص میکنه. خواب موها تأثیر کمی داره و با سشوار راحت حالت میگیره، نسبتا راحت حالت میگیره، زیاد راحت هم نیست. مو فره درسته و به خاطر نازک بودنش ما راحت تر با سشوار میتونیم اونو به صاف برسونیم. حالا بعضی مشتری ها سشوار میکشن، ما بهشون پیشنهاد میدیم که میتونیم آقا یه استایلی بهتون بدیم که نیاز به سشوار نداشته باشه، یا اینکه اون میگه من میخوام موامو صاف کنم و همیشه سشوار میکشم و ما برنامه ریزیمون رو میذاریم روی اینکه یه فرم براش درست کنیم که با سشوار اون حجم و پف مناسب رو داشته باشه. چون که موهاش نازکه امکان داره بعد از صاف شدن یه خورده حجمش کمتر بشه، پس باید حواسمون باشه. موی فر و ضخامت نرمال، خواب موها دیگه اینجا تاثیرش خیلی کم میشه چون که ضخامت مو هم بیشتر شده و موی فر در کنار ضخامت اون حلقه‌ای خودشو داره میسازه و سشوار کشی خیلی سخت میشه، نسبتا خیلی سخت نه سخت میشه، خیلی سخت میشه واسه این ضخیم. بهترین کاری که واسه موی فر ما میتونیم انجام بدیم با این ضخامت اینه که یک فرم براش بسازیم، شکل خارجیمون رو مشخص کنیم و اون فرمه بدون نیاز به سشوار و حالت دادن فرمش خوشگل باشه. و در واقع مدل موی فر فرمدار رو باید براشون کوتاه کنیم، مخصوصا این موی فر ضخیم. فرمسازی مهمترین نکته است و خواب مو تاثیر خیلی کمی داره، سخت صاف میشه، پف مو زیاده به خاطر ضخامت و فر بودنش. راههای دیگه‌اش اینه که به جایی که بخوایم فرم های حالا شکلای هندسی درست کنیم براش و اون مو رو بلند نگه داریم، واسه اگه مشتریمون دوست داره یه مدل موی کوتاه بزنه، زیاد کوتاه کردن اون میتونه به ما کمک کنه. امیدوارم بچه ها از این آموزش لذت برده باشید. این قسمت هم نسبتا تموم شد. شما به عنوان تمرین کاری که میخوام انجام بدید به جنس موها و ضخامت موها دقت کنید و یه جوری باشه که زمانی که به یه مو نگاه میکنید هم به وسیله چشمتون راحت متوجه بشید که اون مو فره، مواجه یا صافه و ضخامتش چقدره و بتونید نسبت به چیزهایی که اینجا توضیح دادیم بهترین تصمیم رو بگیرید و اون اصلاح رو انجام بدید.
یه توضیح در مورد این بدیم. میبینید ضخامت زیاد میشه یا کم میشه. حالا هرچی این ضخیم‌تر باشه من دیگه به زور زشوار اصلا نمیتونم صافش کنم، پس میام بهش فرم میدم، یعنی یه اصلاحی میزنم که شکل هندسیش اوکی باشه. بعداً میرسیم بهش، فعلا اینو از بیس باید داشته باشید تا اونجا دیگه کاملا متوجه بشید. تقریبا میشه گفت این چیزهایی که تا الان گفتیم هیچ کدومش عملی نبوده دیگه، همش تئوری هایی بوده که زمانی خواستیم بریم داخل عملیا بهمون کمک کنه. و موی مواج اگه نازک باشه راحت‌تر صاف میشه، اما خب به فرم سازیش خیلی باید توجه بشه. توی همه اصلاح هایی که ما میزنیم نسبت به فرم سر اون شکل هندسیمون رو باید درست کنیم. حالا داخل یه سری اصلاح ها مثلا فیدشون خیلی به چشم میاد و فرم کمتر نشون میده، اما خب یه مویی که فره اون فرم سازی خیلی تاثیر داره برامون. و روش کوتاهی موی فره هم بهتون در آینده میگم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. ممنون میشم که برای حمایت از من کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید، داخل اینستاگرام منو دنبال کنید و اگه دوست داشتید جزء کامیونیتی ENC بشید یه پیام بهم بدید داخل کانال تلگرام، اینوایتتون میکنم. خیلی مخلصیم. خدا نگهدارتون.